خدمت شما دوستان همکاران ارجمند سمپاشای لانسی موتوری یا پشتی موتوری با برندهای 7، مکس، ونوس، اسکاین و برونل. غیر از برند اسکاین بقیه این دستگاه ها از یک موتور 26 سی سی پمپ 15 بار دو پستون با قطر 18 میل برخورداره. حجم مخزن این سمپاشا 25 لیتر، یک موتور دو زمانه با گشتاورد 6500 دور در دقیقه. خروجی دبی این دستگاه تقریبا 8 لیتر در دقیقه است. از یک لانس زراعی و یک لانس باقی همراه با یک شلنگ و یک دست پکینگ اضافه و آچارشم برخورداره. حجم مخزن این دستگاه 25 لیتر از یک کمربند با کیفیت و عرقگیر. وزن این دستگاه حدود تقریبا 11 کیلوگرمه که حمل و نقل رو برای باغداران یا کشاورزان عزیز بسیار راحت کرده. یک نکته رو که کشاورزان باغداران عزیز اصلا شاید خیلی هاشون رعایت نکنن، گیریسخورهای پمپ که قبل از شروع سمپاشی حتما یک رزوه این گیریسخورها رو ببندید تا پستونای پمپ گیریسکاری شه. بعد از اتمام کارتون حتما مخزن رو شستشو بدین و حداقل یک 5 لیتر 6 لیتر آب داخل مخزن باشه. یک دور سمپاشی با آب انجام بدین که مدار دستگاه شسته از سم بشه. این کار باعث میشه عمر پمپتون 2 برابر بشه. یه تست از این دستگاه 7 گرفتیم، بریم با هم مشاهده بکنیم که قدرت پاشش، نحوه پورت کردن، بعد صدا و لرزش دستگاه رو. شاد و پیروز باشید در پناه حق. خداحافظ.